سلامی دوباره به شما عزیزان مهربانیاران و همراهان همیشگی الداد پرفیوم. دوباره ویدیوها با تأخیر اومد چون شیر نمی کنین، سیو نمی کنین. حتی دوستان عزیز خود من که میتونن این کار رو انجام بدن کم لطفی میکنن. ما هممون حالا نره در مورد من، اگه یه پستی رو میپسندین و احساس میکنید داره صادقانه با شما صحبت میکنه حمایتش کنین دیگه، اجازه بدین اونم بتونه این کار رو انجام بده. حالا بگذاریم از اینکه این کار برای من هابیه و این لوگو بارسلونا اینجا این تیم مورد علاقه منه و اینکه جام جهانی حال هواش هم تصمیم گرفتم این تیشرت رو امروز براتون بپوشم. به هر روی برگردیم به اصل داستان. حمایت بکنید که ماها بتونیم این توضیحات رو صادقانه بدیم. من گفتم من راهنمایی میکنم، اگه چیزی بلد باشم چی بخرید، کجا بخرید، چند بخرید، قیمتش چنده، الزامی نداره از من تهیه بکنید. خب حالا یه همچین پیجای اینجوری که حالا سعی میکنن راست بگم و شاید در ایران اگه بخوام بگم بی‌اغراق اولین نفر، شاید هم دومین نفر، من ندیده بودم. من اینو از جرمی یاد گرفتم که یک اینفلوئنسر معروف، یوتیوبر معروفه که کار عطر رو معرفی میکرد و از رو اون اومدم تو این کار. فکر میکنم در اون موقع کسی راجع به عطر توضیح نمیداد، اما خب حمایت شما خیلی تاثیر داره. من کمپانی‌ها رو تبلیغ نمیکنم، من باری که دارم و نمیخوام به شما بفروشم، من میخوام واقعیت رو به شما بگم. هر جهت بگذاریم. کوئنتین بیش شاهکاری به نام آماژ پرپس خلق کرد. آماژ پرپس داریم، آماژ پرپس 50 داریم، آماژ گایدنس داریم، گایدنس 46. در مورد اینا بعداً براتون صحبت میکنم، ولی یادتون باشه هر چی غلظت عطر بیشتر میشه و بالاتر میره ممکنه دوامش بیشتر بشه، اما ماندگاریش میره بالا، اما پخش بوش کمتر میشه. خیلی وقتا، نه همیشه. یه وقتایی هست شما اون نسخه اصلیه چرا بهتر از این بود، یا مثلا فارنهایت دیور 10 تا نسخه بعدی اومد ازش، غلظت‌های بیشتر، گرمتر، خنک‌تر، اما هیچ کدوم از فارنهایت نشد. جان پل گوتیه کلاسیک و دیور هوم اینتنس، خیلی چیزایی بخوام نام ببرم همیشه. لاویابل لنکوم که پرفروش بود و واقعا هم خوشبوه وقتی که اومد، بعدها نسخه های بعدیش هم اومد. اسکندل ژان پل گوتیه، اسکندل بای نایت، اسکندل نمیدونم سو اسکندل اینا اومد، هیچ کدوم اسکندل اولیه نشد و این حالا دا توضیح طولانی داره، به قول دوستان در این مقال نمی گنجه. اما حواستون باشه که همیشه دلیل نمیشه من برم 46 بگیرم، 60 بگیرم، 80 بگیرم، و اینکه بعضی وقتا میان یه نوتایی رو اضافه میکنن یا نوتایی رو برجسته میکنن تو اون کار، اون هارمونیه به هم میخوره، اصلا یه چیز متفاوت میشه. ولی در بعضیام خب خیلی خوبه. خیلی وقتا بوده که مثلا بلو شانل، خب اودو پرفیومش یه چیز دیگه بود، پرفیومش اودو تویلتش خوب بود، اودو پرفیومش نه، پرفیومش خیلی خوب در اومد و دلیل نمیشه همیشه اینطوری، برای اینکه اومد اون اشتباهات رو درست کرد و اصلاح کرد، نسخه بهتری ارائه کرد. بگذاریم. کوئنتین بیش عطار خیلی معروفی، کارهای موگله رو انجام داده، حدوداً 40 ساله است، از اهل فرانسه و اینی که کاری که برای شما میگم کارن هررا، گود گرل اند و گود بوی رو عرضه کرد به دنیای عطر و عطرسازی. ژان پل گوتیه لابل و لابو رو به دنیای عطر و کلون عرضه کرد و باعث شد ما لذت بیشتری ببریم. و مارلی دلینا رو معرفی کرد که حالا من در الان یادم میاد، یعنی عطر خوشنام، خوش ذوق و خوش سلیقه‌ایه. خارج از این توضیحات که بگم که این برای قرارهای شبانه یا اگه چی میخوای بهت بدم اینو برو بخر بزن، خانوما میان دنباله، تو هر مجلسی وارد میشی همه تحت تاثیرت قرار میگیرن، میخوای سخنرانی کنی برو با این بیرون، میخوای بری توی محیط سبز کنار رودخونه با اون برو بیرون. اینا یه مقداری چیزای تبلیغاتی داره، قشنگه، خیلی خوبه، ولی دیگه زیاد شده متاسفانه این روزا. در ضمن یه چیزی هم بهتون میگم، تمام این آماژا به خاطر اینکه در ایران مورد پسند واقع شد و البته اکثر جاهای جهان تو این 2-3 سال خصوصا مردم خیلی روی آوردن به عطر و کلون‌های آمواژ، من خیلی راحت بدونم بسته های 1.8 تا 2 میلیونی این کارها، آماژهای معروف با همین بسته بندی خیلی شبیه، یعنی منم که میبینم تا از نزدیک دست نزنم بهش، تا حتی بعضی وقتا تا بوش نکنم یا تو دستم نگیرم دیگه واقعا متوجه نمیشیم. و حواستون باشه بسیار شبیه هم، بسیار زیاد، چون چین هم وارد این عرصه شد 2-3 سال اخیر. قبلا چین خیلی تو این کار عطر و کلون نبود، کپی کشور عربی انجام میشد، حتی بعضی اوقات از ترکیه مثلا من کوکو شانل رو دیدم میارن. به هر حال حواستون باشه هر گرونی دلیل نمیشه خوب باشه، هر ارزونی هم بی دلیل نیست. بگذاریم راجع به اینو بهتون بگم قبل از اینکه باز کنم.
یا خوشتون میاد یا بدتون. نه، من میگم بیشتر آدمو خوششون میاد، خصوصا از پرپس 50 خیلی زیاده. وقتی میزنی باید حداقل 4-5 ساعت با کسی صحبت نکنی، بعد 4-5 ساعت تازه میری و هر دوشون شروع میکنن به نوت بازی، به عشق بازی. جابجایی نوتا انقدر عجیبه که خودت هم متوجه نمیشی این الان این برو میداد، حالا چرا اون برو. یعنی اینقدر زیبا اینا تنظیم شدن و باز میشن که شما شگفت زده میشید. اما به هر حال اگه خواستید برای 4 فصل انتخاب کنید این نسخه. میگن برای تابستون زیاده گرم و شرقی گفتنش، چوبی شرقی. من گرم نمیدونمش، گرما داره، ولی من بیشتر تلخ و شرقی، خنک و تلخ میدونمش. حالا دلایلش هم بهتون، البته کندور واضح بوی کندور در این کار. خیلی هم میگن انگار کندور داری میزنی، بعضی کندور رو دوست دارن دوست ندارن. اما تورنج، فلفل صورتی، سم، کندور در رایحه اولشه و در رایحه بعدیش روز، خسخس، پاپیروس، اون کاغذ پاپیروس هم بوی کاغذی خیلی خیلی خاص خنکی که به ما میده. و در نوت آخرش هم جیر و زعفران و معمولا اضافه شده با چوب آکریگاک، به خاطر اینکه اینا به نظر من همین موندگاری مال اون زعفرونه. معمولا زعفرون، وانیل، چرم اینا میاد کار موندگاری یه ذره مچور رو خسته میکنه، یعنی یه چیزا یه قدرت یه جوری مردونه میشه کار. یه چیز خیلی مهم، این قسمت رو دوباره سیو و شیر کنید، اینو یاد بگیرید. یونیسکسه، بله. تو چت جی پی تی هم اگه بزنی یا گوگل خیلی جا بزنی یونیسکس، میگه آره یونیسکس. کمپانی اگه بیاد بگه یونیسکس نیست، نصف مشتریاشو از دست میده. مثل مجری تلویزیون که هیچ وقت طرف یک تیمو نمیگیرن، مثلا بیان بگن تیم پرسپولیس خوبه یا استقلال بخونه، همیشه محبوبیت نصف آدما رو از دست میدن، مخاطبای نصفشون مخاطباشون از بین میره. افراد کلونم چندین سال میگن یونیسکس، اما واقعیت رو شما باید از نوتای توش متوجه بشین. به هر حال من این کارو مردونه میدونم، چون خیلی از کارا شما حتی فکر کنم گایدنس 46 هم اگر اشتباه نکنم یونیسکس. اون یونیسکس نیست، اون یه خورده باید یه ذره مرد، نمیدونم واقعا چی بگم که به کسی بر نخوره. بر روی من پیشنهادم اینه که خودتون متوجه میشین بازخوردها مشخصه. وقتی یه کار مورد پسند مرداست، 90% مرداست، کار مردونه است دیگه. آقا که نمیره مثلا لاویبل بزنه یا مثلا چه میدونم باکارات روژ بزنه، یا حالا خیلی چیزا اینجوری. من یکی دو تا دوستان عزیزم که این ویدیو رو میبینن دوست دارن باکارات روژ هست، دیدم، ولی معمول نیست. یه مقدار بوش لطافتی داره مثلا به خاطر روز توش. میدین این یه مقدار زیادی، یعنی اون زیاده، انقدر زیاده که شما رو میبره به طرف زنانه. هی نپرسین آقا این که یونیسکس مردان میزنن زنان میزنن، باز خود مشخصه دیگه. گایدنس رو زنا میزنن، خانم ها ببخشید، خانم های عزیز میزنن، این آقایون میزنن، مردها میزنن آماژ پرپس. ولی خب آره یونیسکس میتونن دیگه، دنیا عوض شده همه چی و استانداردها مقدار جابجا شده، قالب ها چه به خوب چه بد، که من هم خوبی داره بیشتر تا بدی دیگه داره برداشته میشه، کلیشه ها داره برداشته میشه. اما یه چیزای دیگه هنوز اون حس قدیمی رو، چون بوی حسه که تو حافظه شما میمونه، بوی یک عشق، بوی یک ترانه است. میدونین این اگه بوی خوبی میدم دوست دارن، با یه دونه اتکلون یا عطر من بده میرم تو مهمونی همه فکشون بیاد پایین. خب برای چی این چه کاریه؟ با کار دیگه میشه فک مردم آورد پایین. باید خودت عشق کنی، بقیه مردم لذت ببرن و حسا رو عوض بکنی. بمونه که مثلا من 6 ساعت بعد رفتم بگن چه میدونم مثلا محمد چی زده بود، آقا چه اتکلونی. الزاما هم نباید پول زیاد بدیم، با پولهای خیلی کمتر 1/3 این اترودکلونایی که بالای 50-60 میلیون 70 میلیون هستن، شما میتونید اترودکلونایی بزنید که ماندگاری 7-8 ساعت تا 10 ساعت داشته باشه. قربون شما برم به معرفی باز کردن این و 2 تا فیس ازش بزنم. حیفم اومد با شما شده. حالا این دیگه اینام همه کپیاش اومده، من کارو بهتون نشون بدم اگه قشنگ مشخص باشه. زیاد با این دوربین ما من ویدیو رو خیلی دوست ندارم با هوش مصنوعی اینا ترکیب بکنم، به خاطر اینکه اون حس کلاسیکش داره از بین میره. هی تیکه تیکه بیاد. این عطر رو دوست داری یا این عطر؟ کاینه هررا گود گرل یا گود بوی؟ من اینو ترجیح میدم. من اونو ترجیح میدم. دیگه زیاد شد، یه مقدار جلب توجه میکرد ولی زیاد. خب من اینو از پایین باز کردم. من کار مورد علاقه من میدونم. بعد کار پارش پس بزنم بعدم ببندم و بعدم بفروشم نیست. نمیزم
سطل آشغال و شاهکار از اینجا براتون برم بالا. تکسچر رو ببینید چه تکسچر زیبایی داره، مشخصه دیگه براتون. بذارم اینجا براتون اینم باز کنم. خداوندگارا، به خدا باید تعظیم کرد. شیشه کیوبیک، زوایا شارپ و کلاسیک. خیلی عجیب غریب باشه شیشه و اینا نیست، چون میدونه چی داره میفروشه. مثلا کار گرلند، مثل کارهای دیور، میدونی اینا معمولا این کمپانی اینجوری یک شکل رو حفظ میکنن، عموما خیلی جیغ نمیزنن توی صورت مشتری یا عطر دوستان. برش میاریم از جاش. عکسش هم بهتون نشون دادم، یه شبیش هست اما کاملا، حتی اگه یه مقدار به فیلمم دقت کنید مشخصه که اصل کدومه و فرق کدومه. داستان درها، اتومایزرهای کوچیک و بلند، به خاطر اینکه این افشانه ها کوتاه باشه بلند باشه فرق داره، اینا دیگه همه داره شبیه زده میشه. در مگنت چینی ها مگنت چه زدن زیر کارم، ببینید دقیق. من به شما نشون بدم ببینم اگه نشون بتونم بدم کامل. و هر روی این شاهکار رو شما، من واقعا اجازه بفرمایید با هم لذت ببریم. قشنگم خساست نکنید، اینجوری بزنید. اصلا به نظرم بوی کندرش خیلی زیاد نیست. موندگاریش حول و حوش 10 ساعته حداقل. رو لباس بزنید دور یقه، دور اینجاهای آستینتون. خانوما به روسریشون میتونن بزنن، به دستمال گردنشون میتونن بزنن. بند چرمی ساعت رو خراب میکنه. بند چرمی که جای خوبه، اگه مشکلی ندارید میتونید بزنید، براتون بستگی داره کدوم اولویت داشته باشه. من میزنم. در زدن عطر کلونم خساست نکنید، فقط فرصت بدین اینا بیاد بالا. میدونین اظهار نظر تا 20 دقیقه 25 دقیقه اولش نکنید. و اینم بدونید رو بلاتر با رو پوستتون متفاوته، فرد با فرد متفاوته. پوست چرب، پوست تیره، پوست روشن، آدم سیگاری، آدم غیر سیگاری. تا رو دستتون زده نشه متوجه نمیشید. و اینم یادتون باشه نمالید دستتون رو به هم. قربونتون برم، تا ویدیوی دیگه باهاتون خداحافظی میکنم. من حمایت کنید این دفعه تا سریعتر یه آنباکس دیگه بکنم براتون، جعبه گشایی دیگه بکنم، به قول دوستان یه ایونت جدید بذارم، یه وایب جدید بدم، یه شوروم باز کنم. بابا ما قبلا میگفتیم بونگا، حالا میگن شوروم. ما میگفتیم قرار، حالا میگن یه ایونت. مراسم میگن یه ایونت. چه میدونم، شاید اینجوری قشنگ‌تره. دیگه یکی از دوستان صحبت میکردم، گفتم کجاست رفیقمون، برگشت گفتش رفته شوروم. گفتم شوروم چی زده؟ گفت همون چیز دیگه، ماشین میفروشن دیگه. گفتم آها بونگا ما میگفتیم، حالا نمیخواد بگی بونگا، نمایشگاه. باز حرف که زیبا نمیشه، همه چی با رفتار ماست، با کارهایی که انجام میدیم، سرویس که به مردم میدیم، صداقتی که داشته باشیم انشالله. هممون قربونتون برم، خدا نگهدار همتون. بای بای.